ادامه برنامه جشنی صبح تاجیکستان از بینندگان عزیز و مهمان نوبتی ما هستند کارمند شعبه صنعت‌شناسی اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان یاسومن شاکرова. خوش آمدید به برنامه ادانه ما. شما میگفتید با چه دستاویزی به برنامه ما حضور آوردید؟ از فرصت مناسب استفاده نموده کل بانوان، خواهران و مادران عزیز را با فرارسیدن روز مادران تبریک و تهنیت میگویم و برایشان پیش از همه صحتی و سلامتی، عمر دراز و موفقیت های نو به نو را آرزو میکنم. صبح صادق را به کل مردم شریف تاجیکستان بخیر میگویم و با یک آهنگ دلنشینی که نام دارد رقص بخاری، آهنگ خلقی است و تکمیل حسین شریپوف می باشد. با ساز موسیقی قانون بهر بینندگان تلویزیون تاجیکستان و مادران عزیز این آهنگ را هدیه می دارم. زیبا را در دستم می بینید. ساز موسیقی قانون نام دارد. در ادبیات های تاجیکانه این را به عباره دیگر شاهرود میگویند و این ساز موسیقی خیلی تاریخ طولانی دارد. در عصرهای 8 ساخته به استفاده داده شده است و چقدر که میبینیم در جامعه ما، یعنی که در زمان معاصر ساز موسیقی قانون را بیشتر بانوان اجرا میکنند. با شکوه شهامت خاصه این ساز موسیقی معمول و معروف شده ایستاده است. مرحمت. تشکر زیاد برای نوازش بسیار هم فارم و گوشنواز. بار دیگر خوش آمدید.